سلام. سلام و صد سلام به همه بچه ها. ما اومدیم امشب واسه‌تون یه قصه جدید خوشگل دیگه بخونیم. دوست دارید بدونید اسم قصه‌مون چیه؟ اسم قصه‌مون هست کی امشب به من شب بخیر میگه. از کارول رود. بریم که بخونیمش. مترجم شیوا حریری. بریم که بخونیمش. خورشید داشت در مزرعه غروب میکرد و پشمک بره کوچولو خوابش میومد، اما نمیتونست مامانش رو پیدا کنه. با قصه پرسید: وای، پس کی امشب به من شب بخیر میگه؟ خانم گاو گفت: من نگران نباش، بلدم چطور شب بخیر بگم. حسابی تو رو توی پتو میپیچم و همه چیز رو به راه میشه. خانم گاو پتو رو پهن کرد و پشمک رو سفت پیچید، اونقدر سفت که نمیتونست تکون بخوره. پشمک فریاد زد: نه، اینجوری نیست. وای، کی امشب به من شب بخیر میگه؟ خانم گربه گفت: فکرش رو بکن، من این کارو میکنم. خیلی هم راحت. میدونم چی لازم داری. یه عالم بوس قبل از خواب. خانم گربه با زبون کوچولوش تمام صورت پشمک رو لیسی. پشمک فریاد زد: ای، اینجوری نیست. وای، کی امشب به من شب بخیر میگه؟ خانم اسب گفت: من اومدم، کار خودمه. وقتی توی تخت رفتی محکم بغلت میکنم. خانم اسب روی تخت پشمک نشست، دستاش رو دور اون حلقه کرد و تا میتونست فشارش داد. پشمک فریاد زد: کمک، اینجوری نیست. وای، کی امشب به من شب بخیر میگه؟ خانم خوک گفت: هر کاری نه خیلی راحته نه خیلی سخت. من میتونم هیچ جا نرو. همین الان برمیگردم. فکری میکنم بهتره قبل از خواب یه چیزی بخوریم. خانم خوک برای پشمک یه عالم خوراکی بدبوی چسبناک آورد. پشمک فریاد زد: نه، اینجوری نیست. وای، کی امشب به من شب بخیر میگه؟ خانم اردک گفت: نگران نباش، خیلی خوششانسی. به موقع رسیدم. اخماتو باز کن، گریه نکن. الان برات یه لالایی قشنگ میخونم. خانم اردک خون: کوک 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 کوک. که اصلاً هم شبیه لالایی نبود. پشمک فریاد زد: بس کن، اینجوری نیست. کسی نیست امشب به من شب بخیر بگه. مامان گوسفند گفت: من میگم. وای بچه ها، مامانش اومد. پشمک گفت: برگشتی؟
بله. بره کوچولوی خودم، ببخشید دیر کردم. بعد پتو رو خوب دور پشمک پیچید، نه خیلی شل نه خیلی سفت، و بغلش کرد و بوسید، نرم و آروم، و خوراکی خوشمزه‌ای به اون داد و براش یه لالایی قشنگی خوند. و پشمک کوچولو چشماشو بست. بله بچه های قشنگم، اینم از یه داستان زیبای دیگه که با هم خوندیم و لذت بردیم. امیدوارم که این داستان زیبا رو دوست داشته باشین تا یه داستان دیگه، یه قصه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. شب بخیر.